کجای آفتاب نشین است همون طرف قبله است. نه، این خطا است برادران عزیز. اگر طرف امریکا باشید یا کشورهای باشید که قریب 180 درجه قبله از آفتابنشین فرق میکند برادران عزیز. انسان اگر زیاده از 45 درجه از قبله خطا کند، قبله را خطا کند، نمازش چی است؟ باطل است و قبول نمیشود در نزد الله تعالی. اما امروز خیلی که گفتیم کمپاس ها وجود دارد. انسان میتواند چیکار کند؟ با همون کمپاس قبله را یافته به طرف قبله نگاه کرده نمازش را خواند. بنابراین برادران عزیز بازم تاکید میکنیم که شما در نمازهایتان احتیاطکار باشید. باید ما و شما قبله را سنجیده پرسیده چیکار کنیم؟ نماز گذاریم، تا اینکه یکی از رکنهای دینی ما و شما که نماز است، این رکن بزرگترین و این ستون دینی ما و شما به درگاه الله تعالی قبول بشود و پذیرفته شود.